شام 7 مای سال 2024 یک باره 5 کارگر از بام یک ساختمان ناتمام در کوچه بگوایه در نویه کمینترن شهر ورونژ روسیه به زمین افتاده خوشبختانه زنده ماندند. در این باره نشریه محلی وست ورونژ با تکیه به منبعش خبر داد. بینویچلو این نشریه همه آسیب دیده ها شهروندان تاجیکستان بوده از 21 تا 31 سال دارند و همه آنها اولو در بیمارستان بستری کرده شدند. در اداره تفتیشات ورونژ این حادثه را تصدیق کردند و گفتند کارگران آسیب دیده از یک شرکت ساختمانی بوده در ساختمان ناتمام واقع در کوچه بگوایه کارهای ساختمانی را انجام میدادند. در رابطه با این حادثه سنجش ادامه دارد. بر اساس نتیجه های تفتیش در مورد کشوده یا نکشودن پرونده تصمیم گرفته خواهد شد. گفتند در ریاست تفتیشات ورونژ تفصیلات دیگر حادثه و وضع سلامتی این 5 کارگر و مشخصاً چه جراحت‌های برداشته آنها معلوم نیست. خود این کارگران و نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند. شرکت کارفرمای آنها همین طور جمعیت تاجیکان ورونژ تا کنون این حادثه را شرح ندادند. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان برای جستجوی کار به روسیه میروند. پولهای فرستاده آنها یک منبع عمده و مهم تامین روزگار اکثر خانواده‌های در تاجیکستان، فقیرترین کشور سابق اتحاد شوروی دانسته می شود.